لطفاً کرونا را سیاسی نگیرین. پیشنهادی که اطبای حاذق، متخصصین محترم، کمیته مبارزه علیه کرونا میکنه، لطفاً به دیده قدر نگریسته در عملی از او اقدام بکنین. این سیاسی نیست. پدرها و مادرای عزیز بشنوین صدای مرا. این همی لحظه اگر دختری ما کرونا شد، برادری ما کرونا شد، خواهری ما کرونا شد، مادری ما، پدری ما اگر کرونا شد، یک مصیبت است. من نمیتونم دعای پدر خدا از نزدیک رفته بگیرم، نمیتونم که یک رضایت پدر خدا به دست بیارم، نمیتونم از مادر خود دلجویی بکنم، از خواهر خود، از دختر خود. یک مصیبت است. لطفاً این را سیاسی نسازین دوستای نهایت عزیز. این یک مرضی است که مسلمان کافر نمیشناسه. اگر بحث اسلامیت است همه بشنوین، بالاتر از 25,000 صحابه بزرگوار به مرض طاعون شهید شدند. همه توصیه های دکترها را در نظر بگیرین. ما فیصله کردیم در تراویح، در 5 وقت جماعت فاصله را باید جدا در نظر گرفته شود. جدا دوستای نهایت عزیز، ما صدا می کردیم که مسلمان ها جماعت ترک نکنین، هر کس جماعت ترک کنه منافق است. حال صدا می کنیم که نیایین به جماعت به خانه ایتان بخوانید. رسول الله می فرمایند فر من الجزام کفرارک من الاسد. شما فرار کنین از مرضهای صعب العلاج و خطرناک مثل که فرار میکنین از شیر. همچنان می فرماید لا تدم النظر الی المجذومین. شما دوامدار به کسی که به مرض کرونا مبتلا است، جذام مبتلا است، دوامدار به طرف از او سعی نکنید. به این اساس دوستای نهایت عزیز ما عذر میکنیم که شما جماعت به خانه بکنین، نماز به خانه بخوانین. خدا همون فضیلت جماعت برتان میته. تخ تخ کده زور میکنن طرف مسجد، خیرت است. رسول الله میفرمایند لا یوردن ممرض علی مصح رواه البخاری. یک شخص مریض به داخل سالم گد و ود نشود. شخص مریض باید جدا باشه. بزرگای عزیز، کسی که پیاز استفاده میکنه اجازه دخول به مسجد نیست. پیاز باز کسی که مرض کرونا داره، مصاب به مرض کرونا است، نکنه یک قریه را از بین ببره. به این اساس توصیه های دکترها را در نظر بگیرین، پیشنهاد علما را در نظر بگیرین. بازم در اخیر، امروز هم جنگ است در فاریاب، هم فقر است، هم مواد مخدر است، هم کرونا است. روز خطرناکترین امتحان است.